خب شروع کنیم از ایرادات این کار. اول که این محوطه سازی حیات انجام شده، بعدش اومدن یه سرویس بهداشتی اینجا ساختن بدون در نظر گرفتن بحث فاضلابش و اینا که تو فاضلابش الان به مشکل خوردیم. مرحله بعد میایم جلوتر، بسیار نمای قشنگ و تمیزی اجرا شده، اما اومدیم اینجا تو نمای ساختمون لوله گاز چون بازسازی از بریده شده، الان هیچ جایی رو در نظر نگرفتم برای لوله کشی داخل ساختمون. بعد از اون نمایی که اجرا شده جای هالوژنای نورپردازی نما رو سیم کشی رو در نظر نگرفتن. تمام سیم کشی ها به صورت روکار اومده اجرا شده. حالا میریم داخل ساختمون. خب یه بخش لوله کشی های داخلی طبقه همکف رو انجام دادن. الان برای نصب این رادیاتورها لوله پایینیش اصلا نیست، ظاهرا که تو یا پشت قرنیزه یا تو کفه. یکی دیگه هم اینجا داریم، اینم به همین شکل. اینقدری که لوله با زمین توی راستاست که حتی این رادیاتور قابل نصب نیست. حالا بماند از ایراداتی که این کار پیش اومده. شیشه های پنجره های دو جدار شکسته، شیشه تک جدار انداختن، فعلا حالا در حد رفع و رجوع کردن این داستان. خب میبینین که کناف اجرا شده، ظاهرا برق کشیش هم اجرا شده، هالوژناش تعبیه شده. میایم اینجا سرامیک کف تموم شده است، اما مجددا اومدن اینجا یه سرویس حموم و توالت فرنگی رو اجرا کردن. این وضعیت کار به این شکل. هنوز سرامیکاش دوغاب پر نشده. این از دم در ورودیش. و یه چیز خیلی جالب، این سنگ بادبوریه که اینجا اجرا کردن. از پایین 3 تا دونه سنگ بادبور خورده، اومده بالا، هی عریض و عریض‌تر شده. این هم از وضعیت نابسامان و کثافتی که سنگ رو اجرا کردن. این وضعیت طبقه همکف. حالا بحث ناشاغولی دیوار و نصب کمد دیواری و ایناش هم که به این شکل هستش که اصلا فاجعه است. یه مسئله دیگه، اینجا موتورخونه بوده تو اون قسمت پشتی ساختمون که حالا بهتون نشون میدم. لوله های گرمایشی از اینجا رفتن بالا که اینا رو گرفتن بریدن بدون در نظر گرفتن مسیری که حالا باید دوباره برای اجرای گرمایش و یا اینو باید کورکم میزنن یا حالا باید مسیرش رو تغییر میدادن که اینجا بریدن و ولش کردن. این از وضعیت کابینت. کلی هزینه شده بابت سقف و کابینت اینجا، اما کابینتاش چنگی به دل نمیزنه از بابت اینجور اجرای زشتی که داره. خب یه ایراد دیگه که میخوام بهتون نشون بدم، الان اومدن اینجا یه لوله گازی آوردن، اصلا معلوم نیست از کجا اومده، ظاهرا فقط شکل ظاهریشه. لوله های پکیج افتادن پشت این صفحه که اصلا بخوای نصبش بکنی به مشکل برمیخوری. حالا از خود پکیج براتون بگم که این پکیج رو نصب کردم بدون در نظر گرفتن لوله تخلیه پکیج. خب بدون لوله تخلیه من نمیدونم کدوم کارشناسی اومده اینو نصب کرده و تاییدیه‌اش رو داده. اصلا این
کدوم نمایندگی اینو اومده انجام داده که ظاهراً مال شرکت ایران رادیاتور هم هست. یه مسئله دیگه که اینجا از قبل موتورخونه بوده، یعنی اومدن از اینجا این ساختمون رو پشتش رو دوباره به این طبقه همکف اضافه کردن. اینجا اومدن از ورقای در واقع UPVC استفاده کردن برای اینکه روشنایی داشته باشه، اما ببین به چه وضعی اینجا شوره داده که این اگه بخواد یه برفی بارون چیزی بیاد که فاجعه بدتری رخ میده. این تازه توی بارندگی خیلی کم بوده. این بخشش هم بهتون نشون بدم که ظاهرا باید تأسیسات از این منطقه پخش بشه بره تو واحدها که موتورخونه دقیقا جاش اینجا بوده، اما هیچ گونه لوله‌ای باقی مانده از موتورخونه اینجا وجود نداره که بخوای روش مانوری بدی. اینجا هم یه سقف کاذب اجرا کردن که همین الانش سقفش ریخته. حالا میریم طبقه بالا ببینیم اونجا در چه وضعیتی. یه مورد دیگه، اینجا کفشوری که اجرا کردن توی در واقع آشپزخونه که اصلا بعید میدونم که این به فاضلابی جایی وصل باشه، حالا فقط جهت ظاهرش بوده. این کفشوره از کل سطحی که اینجا داریم تقریبا 3-4 سانت بلندتره که حالا آبو نمیدونم چجوری میخوان هدایتش کنن به داخل این. مورد بعدی هم که هست نحوه نصب این بین کابینتی هست. ببین چجوری نصب شده، خیلی زیباست، یعنی واقعا باید تحسین کرد اون نصاب و اون کابینت کار که این چه وضعیتیه که این پیچا رو ببین به چه شکلی روی این صفحه زدن، کل صفحه رو نابود کرده. حالا انشالله که مهندسمون بتونه اینو جمعش بکنه، ولی من واقعا برای آینده این کار نگرانم، امیدوارم که بتونه جمعش بکنه. تو طبقات بالا این ساختمون تریپلکس 3 طبقه است و این ایرادای فقط طبقه پایین بود. اینجا هم یه مورد دیگه هستش که الان یهو دیدمش، یه شیر آب این گوشه، شیر آبی که قبلا اینجا پارکینگ بوده، حالا ظاهرا شیر آب بوده برای استفاده داخل پارکینگ، الان تغییر کاربری داده شده اینجا، اما شیر آب هنوز اونجا هستش. حالا این شیر آب هم دولش فلزیه، به مرور زمان احتمالاً پوسیده بشه و یه داستان دیگه اینجا ایجاد بکنه. خب حالا بریم تا طبقه بالا هم یه سر بزنیم این دیگه چه داستانای دیگه ای داریم. یه دونه رادیاتور اینجا داریم که لوله پایینش موجوده، لوله بالاش که اصلا نیست، هیچ آثاری از این لوله نیست و اصلا تکلیفی هم بابتش نیست که قراره چی بشه. این پایه ها رو آوردن اینجا جهت دکور گذاشتن، میکنین هیچ کدومشون هم وصل نیستن، فقط جهت دکور. این از وضعیت سرویس بهداشتی طبقه بالا، یه روشویی خب خوشگل و اینا، سقف ترک خورده. بیایم اینجا آشپزخونه طبقه دوم، طبقه در واقع اول روی پیلوت. اینجا هم خیلی جالبه. الان ما اینجا یه خروجی داریم، معلوم نیست ظاهرا مال بوده که خیلی پایین قرار گرفته، یه لوله گاز برای اجاق گاز. اما اتفاقی که افتاده اینجا لوله کشیه در واقع آب آشپزخونه اصلا انجام نشده، همینجوری اینجا بهش پوشیده شده که حالا در آینده ببینید چه بلایی قرار سرش بیاد. ولی خب قبلش اومدن کف سرامیک کردن، استراکچر کابینت‌ها رو هم آوردن نصب کردن، حالا انشالله که خیر. یه مورد دیگه هم اینجا، یه رادیاتور هم اینجا بوده که کور نشده، البته خیلی هم کور شدن فرقی نمیکنه چون اصلا لوله کشیش از بیخوابون قطع شده. بعد مکان نصب اسپیلت،
خیلی جالبه. زاویه پرتاب بادش میخوره تو این دیوار. این از وضعیت نصب آینه‌اش. یعنی فقط یه چیزی اینجا اومدن زدن، حالا قراره که جای کلید پریزاش در بیاد، قرنیزاش به وجدت باید اصلاح بشه. قرنیزه این قسمت بعد از نصب تازه اومدن لکه گیری کردن. قرنیزه یو پی وی سی اصلا این باید زیرساز میشده بعد میومدن این کار انجام میدادن. و حالا دیگه اصلا طبقه بالا هم نمیریم. اینم یه قسمت هلالی این گوشه پذیراییش که حالا نمیدونم چجوری میخوان این قرنیزه اینجا نصب بکنن. امیدوارم که کار رو بتونم به درستی جمع بکنم، ولی خیلی جذاب نیست این نوع اجرا تو ساختمون. با امید موفقیت.